یکی از علمایی که یکی از استوانه های دین شیعه، کسی به نام سید نعمت الله جزایری در کتاب الانوار النعمانیه، دوستان اگر نشون بدن، ایشون که متوفای سال 1112 است هجری قمری، در این کتابش، این هم شناسنامش در جلد دوم، سال چاپش هم 2010، بعد از یک بحث طولانی در صفحه 243 چی میگه در اینجا؟ میگه بعد از یک بحثی که آیا میشه وحدت بین شیعه و سنی ایجاد بشه یا نه، بعد از اون میگه که والحاصله، بعد از این بحث طولانی به این نتیجه رسیدم که ما یعنی شیعیان لم نجتمع معهم علی اله، که با اهل سنت خدایمان یکی نیست، ولا علی النبی و نه پیامبرمان، ولا علی امام و نه اماممان، و ذلك انهم یقولون ان ربهم هو الذي كان محمد صلی الله علیه و آله نبیه و خلیفته بعده ابو بکر. چرا که اهل سنت میگن که خدای آنها کسی است که پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم است و خلیفه بعد از او ابو بکر. و نحن و ما شیعیان لا نقول بهذا الرب، ما شیعیان این خدا رو قبول نداریم، ولا بذلك النبی، و این پیامبر رو هم قبول نداریم، بل نقول، بلکه میگوییم ان رب الذي خلیفه نبی ابو بکر لیس ربنا ولا ذلك النبی نبینا، بلکه ما میگوییم که خدایی که خلیفه پیامبرش ابو بکر باشد اون خدا خدای ما نیست و آن پیامبر ما نیست. و وجه آخر لكنه جواب على جواز لعن المتخلفین بل هو دال على وجوب اللعن، بلکه واجب است که اونها رو لعن بکنیم. الان دوستان عزیز شما بفرمایید که آیا میشه با این دین، آیا میشه با این عقل، آیا میشه با این منطق، آیا میشه با این مذهب وحدت و همدلی داشت؟ که تو بیایی هیچ مشترکات اعتقادی با من نداشته باشی، بعد تو بیایی شعار بدی به نام هفته وحدت، بعد من بیام مراکز و مساجد و مدارسمون رو درهایشو برای تو باز بکنم، بعد تو بیایی برای دین تبلیغ بکنی. اگر من خواستم برم در مسجد و مدرسه تو تبلیغ بکنم اجازه نداشته باشم؟ اگر من بخوام در پایتخت ایران که بیش از 2 میلیون 3 میلیون اهل سنت در اونجا زندگی میکنن، در اونجا بخوام یک مسجد داشته باشم اجازه نداشته باشم؟ اما تو بیایی از مساجد ما برای خودتان، برای نماز جماعتتان، برای تبلیغ عقیدتان استفاده بکنید. شاید بعضی از دوستان بگن آقای انصاری تو گیر دادی به سید نعمت الله جزایری، کی سید نعمت الله جزایری رو ما اصلا قبولش نداریم. خیلی شاید الان که تلفن ها رو باز بکنیم عزیزان شیعه تماس بگیرن بگن کیه با خدا لعنت کنه سید نعمت الله جزایری رو ما قبول نداریم. ببینیم باشه واقعا آیا راست میگن یا این حرف است و حدیث است و خواب است و خیال که این سید نعمت الله جزایری کی است، چی است، چی کاره هست. این رو با شما عزیزان یک مروری در موردش میکنیم که ایشان کی است. من فقط اینجا بنویسم بزرگداشت علامه سید نعمت الله جزایری. بله دوستان عزیز اینو نشون بدن. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دامنش زله کرده ما را. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به کنگره بزرگداشت علامه سید نعمت الله جزایری با تجلیل از مقام علمی و ادبی این عالم بزرگوار بر تبحر و احاطه ایشان بر احادیث شیعی با نگاه دقیق فقهی تاکید کردند و افزودند تجلیل از مرحوم سید نعمت الله جزایری در واقع تجلیل از علم و معارف الهی است. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام که صبح امروز پنجشنبه از سوی آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز قرائت شد، همچنان با اشاره به آثار و تالیفات متعدد علامه سید نعمت الله جزایری ایشان را شخصیتی برجسته و فقیهی گمنام خواندند که لازم است به تالیفات وی در حوزه حدیث و شروحی که بر احادیث نگاشته است توجه بیشتری صورت بگیرد.
بازم بگید که سید نعمت الله جزایری کی است. برای آقای سید نعمت الله جزایری الان در مثلا اینجا خبرگزاری جمهوری اسلامی است، ایرنا، سایت ما نیست، سایت وهابیون هم نیست. آیین بزرگداشت علامه جزایری در پل دختر برگزار شد، اینم قبرش است در اونجا. خرم آباد. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد حسین سبط النبی از نوادگان علامه جزایری است دوشنبه در این آیین با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق الاخری بعد حجت الاسلام سبط النبی به جایگاه علمی جزایری اشاره کرد و گفت علامه جزایری که شاگردان علامه مجلسی بود که فرموده مقام معظم رهبری محدثی قوی بوده و بر احادیث شیعه احاطه داشت. و افزود علامه سید نعمت الله جزایری فقیه برجسته است که عمر خود را در راه ترویج تحکیم و نشر فقه و علوم دین صرف و کتاب‌های بسیار مفیدی را تالیف کرد. خب دوستان عزیز، این یک نمونه. ما هر حرفی که میزنیم دلیل، مدرک از جلد، صفحه کتابشون رو میاریم و بر اثبات ادعایی که میکنیم از علمای معاصرشون، از رهبرانشون دلیل میاریم. الان دوستان عزیز ببینید که اینها چه اعتقاداتی دارن نسبت به کی؟ نسبت به اهل سنت و نسبت به عموم مسلمانان. بعد شما بگید که مثلا ما میخوایم با اینها وحدت. آیا امکان داره که با اینها وحدت بکنیم؟ آیا اون اساس و بنیادی رو که ما در شروع برنامه ذکر کردیم، آیا این اساس و این بنیادها رو اینها قبول دارن؟ طبیعتاً که قبول ندارن. دوستان عزیز، به طور مثال شما مثلا به این کتاب، در کتاب اصول کافی، یکی از کتاب معتبر اینها است، در کتاب اصول کافی میگه که در حدیث شماره 4 در اینجا دوستان عزیز در صفحه 27 از امام صادق میگه شنیدم که فرمود خدا روز قیامت با 3 طایفه سخن نکند و آنها را تبرئه نکند و عذاب دردناک از آن آنها باشد. هر که به ناحق از طرف خدا مدعی امامت باشد و هر که امام برحق و از طرف خدا را منکر شود و هر که معتقد باشد که این دو از اسلام بهره بردن. این دو کی است میدونید؟ ابوبکر و عمر. هر که به ناحق از طرف خدا مدعی امامت باشد، یعنی ما اهل سنت وقتی که میگیم که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جانشین خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یعنی ما روز قیامت خداوند با ما سخن نمیگوید و ما را تزکیه نمی کند و عذاب دردناکی در انتظار ماست. و هر که امام برحق و از طرف خدا را منکر شود، یعنی که علی رضی الله تعالی عنه و فرزندانش رضی الله تعالی عنهم اجمعین اینا امامان منتخب از طرف الله هستند که اهل سنت، عموم اهل سنت اینو قبول ندارن، یعنی امامت منسوسی وجود ندارد. پس همه اینها چی هن؟ در روز قیامت الله متعال با اینها سخن نمیگه، اینا رو تبرئه نمیکنه، عذاب دردناکی هم بر اونها هست. و کسی که اعتقاد داشته باشه که ابوبکر و عمر از اسلام بهره ای بردن، یعنی مسلمان هستن. ما این همه در مورد وحدت و اساس وحدت و وحدت امت اسلامی صحبت میکنیم، اما هیچ یک از علمای شیعه برای وحدت شیعه و سنی یا وحدت امت اسلامی راهکارهای عملی ندارن. به طور مثال این کتابی هست، یکی از کتب معروف شیعه است که این کتاب میشه گفت که اصل و پایه شیعه رو تشکیل میده، به نام وسائل شیعه از شیخشون حر عاملی. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. حر عاملی اینم صفحه بعد کتاب در صفحه 446 در اینجا در حدیث 33362 میگه که از امام صادق میگه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، میگه که اگر دو حدیث مختلف برای شما رسید فعرضوهما علی کتاب الله
فما وافق کتاب این رو به کتاب خدا عرضه بکنید، اگر موافق کتاب خدا بود بگیرید، و ما خالف کتاب الله فردوا، اگر چیزی که مخالف کتاب الله باشد ردش بکنید. فإن لم تجدوهما، تا اینجاش جالب، اوکی، اهل سنت هم اینو میگن. فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوها على اخبار العامه، اگر در کتاب خدا پیدا نکردید، به احادیث اهل سنت ببینید که مثل همین حدیث دارن اهل سنت، چی گفتن اهل سنت در این مورد. فما وافق اخبارهم فزروه، هر حدیث شیعی که موافق احادیث اهل سنت باشه دور بیندازید. و ما خالف اخبارهم فخذوه، و آنچه که مخالف احادیث اهل سنت باشه چی کنید؟ اون رو بگیرید. آیا میشه وحدت داشت اینطوری؟ در حدیث دیگری در اینجا دوستان عزیز این رو هم نشون بدن. در حدیث 36364 در اینجا هم از امام قلت لعبد الصالح، این عبد الصالح عموما در کتب شیعه که ذکر میشه منظورش امام زمانشون هست. از ابی عبدالله امام جعفر صادق میگه که اگر در یک جای به یک اختلافی رسیدیم، دو کار، این کار رو بکنیم یا کار رو نکنیم، چی کار باید کرد؟ فقال خود به ما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبوه، هر آنچه که اهل سنت با اون موافق هستن اون رو بگذار و آنچه که بر خلاف اهل سنت باشه به آن عمل بکن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. دوست عزیز از ایران بفرمایید. همیشه میبینید هر سال در ایران و شیعیان در عموم کشورهای اسلامی، مثلا شیعیان در افغانستان یک روز بعد از ما عید میکنن، شیعیان در عربستان یک روز بعد از اهل سنت عید میکنن، شیعیان ایران و حکومت ایران یک روز یا 2 روز بعد از اهل سنت در عموم دنیا عید میکنن. دلیلش میدونید چیه؟ بعضی فکر میکنن که این مسائل سیاسی است، این مسائل نمیدونم فلان است، این است، اون نیست، بلکه اینجا در کتاب علل الشرایع هم مثل مسائل شیعه یکی از کتب معتبر، یکی از استوانه های دین اینها است. در اینجا چی میگه شیخ صدوقشون؟ بابی زده در صفحه 381 باب 125 العلة التي من اجلها لا توافق العامة للفطر ولا ادها، میگه علت هایی که به خاطر آن نباید با اهل سنت عید فطر و عید اضحی یا عید قربانمون یکی باشد. اولین حدیثش هم چی است؟ که نباید با اهل سنت نه در روزه گرفتن و نه در عید، و در حدیث دیگر نه در اضحی، در قربان، در هیچ کدامش میگه با اهل سنت شما چی نکنید؟ موافقت نکنید. و یکی از مصیبت هایی که ما امسال داشتیم این بود که در افغانستان امارت اسلامی با شیعیان برابر به اصطلاح با اهل سنت برابر روزه گرفتن و با شیعیان عید کردن. الله المستعان. این باب زده شیخ صدوقشون که شما باید چی کار بکنید؟ این کار رو انجام بدید. و همین مسئله رو که با اهل سنت مخالفت بکنید، چیزی که موافق اهل سنت باشه اون رو دور بندازید و چیزی که مخالف اهل سنت باشه اون رو بگیرید و با آن عمل بکنید رو در رسائلش آقای خمینی در جلد 2 صفحه 81 هم آورده تأییدی بر این مطلب. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان و انشالله در برنامه بعد هم وثیقه های زیادی هست از کتب مختلف اینها در بیان این که
اینها نه تنها هیچ گونه اتحادی و همبستگی با اهل سنت ندارن، بلکه اینها همیشه سعی میکنن که در همه دنیا، حتی در بین میوه ها و سبزیجات هم اختلاف بندازن. این را به عنوان آخرین سند من در اینجا نشون بدم. در همین کتاب علل الشرایعی که از شیخ صدوق هست، در اینجا یک حدیثی را آورده، حدیث 1022 که از امام باقر علیه السلام فرمود امیرالمومنین خربزه خرید تا آن را بخورد، آن را تلخ یافت و در نتیجه دور افکند و فرمود دور و نابود شد. به وی گفته شد ای امیرالمومنین این خربزه چی بود؟ فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند خداوند از هر حیوان و گیاه عهد دوستی ما را گرفته است. هر کی که پیمان را قبول کرد، یعنی امامت علی را قبول کرد، شیرین و خوشگوار است و هر کدام قبول نکرد شور و تلخ است. یعنی میوه‌های تلخ سنی هستند و میوه‌های شیرین شیعه هستند. حالا با این قوم شما بخواهید که وحدت بکنید.